یه جمله‌ای که از بچگی از امام حسین تو ذهنم مونده، میدونی چیه؟ اونجاییه که توی تاریخ نوشتن توی لحظات پایانی عمرش برمیگرده به دشمن میگه آهای، اگر دین ندارین حداقل آزاده باشین. شما با من مشکل دارین، پس تا لحظه‌ای که من زنده‌ام کاری با خانوادم نداشته باشید. من از بچگی هر موقع این جمله رو میشنیدم حالم دگرگون میشد. میدونین چرا؟ چون این جمله پر از قدرت و غیرته. همینو توی زندگیمون رعایت کنیم کافیه. اینکه تا لحظه‌ای که زنده ایم تمام تلاشمون رو بکنیم آب تو دل عزیزامون تکون نخوره. همین و تمام.